نعمانجان شریفوف، یک فعال حزب، فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که روز 19 فوریه خبر استردادش از استانبول به دوشنبه رسانه‌ای شد، از خود درک داد. وی روز 20 فوریه با رادیوی آزادی در تماس شد و در رابطه با بازگشتش به تاجیکستان صحبت کرد. نعمانجان شریفوف در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت با خواهش خود از ترکیه به تاجیکستان برگشت و حالا در آزادی است. اما نعمانجان شریفوف محل دقیق خود را در دوشنبه نگفت و تایید درستی حرفهای او از طریق منابع مستقل در حال حاضر غیر امکان است. اینچنین تا به حال مقامات تاجیک درباره او اظهار نظر نکردند. درباره شیوه برگشت خود به تاجیکستان، نعمانجان شریفوف گفت وقتی در فرودگاه، منظور فرودگاه استانبول، از پاسپورت نی کنترل میگذشتیم، واقعا پاسپورتم را گرفتند و مرا بردند. بعداً خودشان آورده در هواپیمای تاجیکستان سوار کردند و من به تاجیکستان آمدم. حالا در تاجیکستان گشتم. اینجا آزادم. با کارهای خود مشغولم، گفت نعمانجان شریفوف. او همزمان خبرها درباره باز شدن پرونده از سوی مقامات تاجیکستان را رد کرد. این در حالی است که سازمان Human Rights Vision Foundation از قول وکیل دفاعی او گفته بود تاجیکستان نسبت به نعمانجان شریفوف با ماده 187 قسم 2 دعوت عمومی برای تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی پرونده باز کردند. نعمانجان شریفوف در اول ماه فوریه امسال با درخواست مقامات تاجیکستان از طرف کارمندان امور داخلی ترکیه در شهر استانبول بازداشت شده بود. او 3 سال قبل وقتی که فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان قطع شد، به استانبول رفت و به قول نزدیکانش به صاحبکاری مشغول بود. مسئولان جماعت واروخ ناحیه اصفهان میگویند بعدی به استانبول رفتن او با همسرش زندگی مشترک نداشت. با گفته مقامات 3 فرزند نعمانجان شریفوف حالا در دهه واروخ جماعت واروخ زندگی دارند.